رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمر ابن خطاب خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنیاد یافته است: شهادت دادن بر این گونه که نیست معبود بر حق مگر الله و محمد پیامبر خداست، برپا داشتن نماز، ادا کردن زکات، حج خانه خدا را به جای آوردن و روزه داشتن ماه رمضان. ستون اول اسلام شهادت دادن بر آن است که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد پیامبر خداست. دوم نماز را با اخلاص و محبت گزاریدن. سوم زکات مال را چون به نصاب یعنی چینک معین نموده شریعت برسد هر سال پرداختن. چهارم در تمام عمر 1 مرتبه حج خانه خدا نمودن، کسی که قدرت و توانایی رفتن داشته باشد. و پنجم روزه ماه شریف رمضان را داشتن است.